با واقعیت فرهاد دریا، هنرمند مشهور افغان، به سرطان مبتلا شده است. دلیل دوری فرهاد دریا از هنر موسیقی چی بوده است؟ واکنش خانواده فرهاد دریا چگونه است؟ فرهاد دریا در کدام کشور زندگی می کند؟ مصروف چه کارباری است؟ و گفتنی های تازه خانواده‌اش که هرگز باور نخواهید کرد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. فرهاد دریا یکی از ستاره‌های ماندگار در هنر موسیقی افغانستان، هنرمند بی‌بدیل، نام‌آشنا و ستاره فوق در هنر موسیقی افغانستان است. فرهاد دریا لقب استادی را دریافت کرده است. این هنرمند محبوب و مطرح افغان عاشقانه آهنگ می سراید و آهنگهایش هم در میان مردم افغانستان بازدید خوبی دارد. فرهاد دریا شنوندگان و طرفدارانش از مرز میلیون ها نفر عبور کرده است. دوزاران فرهاد دریا همواره برنامه‌های هنری‌اش را تعقیب می‌کند. این هنرمند بی‌بدیل افغان از سن نوجوانی آهنگ می‌سرود و در گروه باران در افغانستان آهنگهایش را به نشر می‌سپرد. فرهاد دریا بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور امریکا بست. با خانواده‌اش در کشور امریکا زندگی می‌کرد، اما همواره آهنگهایش را به نشر می‌سپرد و کارهای هنر موسیقیش را ای زمان متوقف نمی‌کرد. تازه تصاویر فرهاد دریا در صفحات مجازی دست به دست می‌شود که این هنرمند محبوب و پرآوازه افغان به سرطان حنجره مبتلا شده است و به همین دلیل کاملا کارهای هنر موسیقیش را به تعویق انداخته است. ولی تاکنون این خبر از طرف خانواده و دوستان فرهاد دریا تایید نشده است. من آرزو دارم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای فرهاد دریا با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله تمنا دارم. دوستداران و همراهان نهایت ارجمند و گرانقدر کانال دنیا اینفو، اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.